دونستن زندگی مشقتبار بازیگرایی که خیلی لوکس و اشرافی زندگی میکنن خیلی جالب و دیدنیه. بازیگرایی که فراز و نشیب‌های زیادی داشتن و زندگی سختی رو گذروندن. بیایید با هم ببینیم آیا بازیگر مورد علاقمون توی این لیست هست یا نه. با زدن دکمه عضویت کانال یوتیوبی لنز برای دیدن این ویدیو تا انتها همراه ما باشید. شماره 1 کادیر دوغلو. کی فکرشو میکرد همسر نسلیان آتاگول محبوب و معروف اینقدر سختی کشیده باشه؟ کادیر توی یه خانواده خیلی پرجمعیت 7 نفره به دنیا آمد. مادر کادیر خونه‌دار و پدرش کارگر بود. بنابراین حقوق پدرش کفاف زندگیشون رو نمیداد. کادیر در کودکی و در سن کم مجبور شد کار کنه تا بتونه شکمش رو سیر کنه و یه پولی هم برای خواهرش بمونه. اون شروع کرد به کارگری، از کار ساختمونی و کار توی رستوران و پادویی گرفته تا ماشین شستن. خلاصه که کادیر توی همه اصناف محلشون کارگری کرد. اونقدر کار میکرد که فقط برای خوابیدن وقت داشت. اما دست از درس خوندن بر نداشت. اون توی رشته علوم غذایی فارغ التحصیل شد و برای مخارجش توی کافه ها و رستوران ها مشغول به کار شد. کادیر بارها توسط مردم و دوستاش مورد تحقیر قرار گرفت، اما ادامه داد و دست از تلاش بر نداشت تا از طریق همین با هانده ینر آشنا شد و تا مرز ازدواج باهاش رفت و برگشت. اما آشنایی با هانده برگ برنده‌ای بود برای ورودش به بازیگری و پیشرفت و پیشرفت و پیشرفت. شماره 2 افرا ساراچوغلو. این بازیگر خوشچهره و خوش‌آتیه زندگی سخت و پرچالشی رو گذرونده. وقتی خیلی کوچیک بوده پدر و مادرش از هم جدا شدن. پدر و مادر افرا وضعیت مالی خیلی بدی داشتن. مادر افرا برای بزرگ کردنش مجبور بوده شب و روز کار کنه. اما پولی که به دست می آورده برای گذروندن زندگیشون خیلی کم بوده. جوری که افرا هم از 13 سالگی مجبور شد شروع کنه به کار کردن. مادر افرا برای اینکه افرا بتونه درآمدی داشته باشه و آینده هم پیش رو داشته باشه، در سن 14 سالگی اونو برای کار مدلینگ به آژانس مدلینگ اسلاین فرستاد و یه قرارداد 5 ساله باهاشون بست. اما این آژانس بعداً به دلیل فسخ قرارداد که البته حق با افرا بود، افرا رو 53,000 لیر جریمه کرد و زندگی برای افرا سخت‌تر و سخت‌تر شد. اما بعد از پشت سر گذاشتن این چالش، مادر افرا دست بردار نبود و اونو برای بازیگری به استانبول آورد. شماره 3 دمت اوزدمیر. دمت در کودکی هم با فقر دست و پنجه نرم کرد و هم با مشکلات عمیق خانوادگی. خانواده دمت وضعیت مالی سختی داشتن، جوری که دمت در کودکی آرزوی داشتن یه عروسک رو داشته. پدر دمت که خیلی متعصب بود در کودکی اونا رو رها کرد و دمت هم به همراه خواهرش مجبور بودن خیلی سخت کار کنن. اونا برادر دمت رو به آلمان فرستادن تا بتونه تحصیل کنه و خودشون مشغول کار برای کسب درآمد شدن. دمت روزها کار میکرد و شبها تمرین باله. دمت و خواهرش به سختی تونستن یه خونه محقر با آشپزخونه کوچیک برای خودشون مهیا کنن و با کار کردن بیشتر به کلاس بازیگری و باله برن. خواهر دمت برای بازیگری به استانبول رفت و این دریچه شد برای ورود دمت به دنیای بازیگری. وقتی که دمت اولین حقوق خودش رو گرفت، کاری که همیشه دلش میخواست انجام بده اما نتونست رو عملی کرد. اون مادرش رو به فروشگاه برد و هر چی دلش خواست براش خرید. شماره 4 کیوانچ تاسلیتوق. کیوانچ از یه خانواده فقیر و پرجمعیت به دنیا اومده. شغل خانوادگی پدرش نانوایی بود. پدر کیوانچ روز و شب جلوی کوره نونوایی زحمت میکشید تا بتونه خانواده 7 نفرشون رو اداره کنه.
اونا توی یه روستا در آدانا زندگی می‌کردن. پدر کیوانچ برای اینکه اون به جایی برسه خیلی تلاش کرد. برای رفتن کیوانچ به مدرسه اضافه کاری می‌کرد و مادر کیوانچ هم توی خورد و خوراکشون قناعت می‌کرد تا بتونن کیوانچ رو که هوش و استعداد زیادی داشت به مدرسه و کلاس بسکتبال بفرستن. در نوجوانی کیوانچ پدرش به شدت بیمار شد و برای درمانش مجبور شدن به استانبول بیان. اومدن به استانبول برای کیوانچ با اون همه استعداد کافی بود تا خودش رو مطرح کنه. شماره 5. توانا تورکای. پدرش از مهاجران بلغارستانی و مادرش اهل شهر ریزای ترکیه است. پدر و مادر توانا وقتی توانا 7 سالش بود از هم جدا شدن. بعد از جدایی پدر و مادرش اون پیش خواهرش زندگی میکرد و زندگی سختش شروع شد. توانا همیشه دوست داشت علنگوی طلا داشته باشه. اون بعد از جدایی پدر و مادرش به شدت ناراحت شده بود. مادرش به خاطر اینکه درآمدی داشته باشه تا بتونه برای توانا علنگوی طلا بخره و حال و هوای توانا هم عوض بشه، اونو به آژانس مدلینگ فرستاد و اینطوری بود که به دنیای بازیگری راه پیدا کرد. شماره 6. پلین کاراهان. پلین از پدری به نام بایرام علی متولد شده. پدر و مادر پلین وقتی اون 8 ماهه بود از هم جدا شدن. اون در کنار مادر، خاله و مادر بزرگش بزرگ شده و شرایط مالی سختی رو تجربه کرده. مادر اون به شدت کار میکرد تا هزینه‌های پلین و خواهر کوچیکترش رو بده. خونه اونا خیلی کوچیک بود و توی محله پایین شهر بود. پلین با اینکه مجبور بود کار کنه اما شاگرد خیلی ممتازی بود. اون برای کار توی آژانس تبلیغاتی از آنکارا به استانبول اومد و کسب درآمدش از همونجا شروع شد. شماره 7. آسلیهان گوربوز. پدر آسلیهان گوربوز به نام تورگود گوربوز کارگر و مادرش خانه‌دار بود. حقوق کارگری پدر آسلیهان کم بود اما برای این خانواده کوچیک نعمتی حساب می شد. تا اینکه پدر آسلیهان فوت کرد و اونا مجبور شدن برای تامین معاش به بورسا مهاجرت کنن. آسلیهان توی مدرسه هم از همسن و ساله خودش در سطح پایین‌تری قرار داشت. اون هیچ وقت لباس، کیف یا کفش مارک نپوشیده و همیشه لباس تکراری تنش بوده. آسلیهان میگه هنوزم لباسای تکراری میپوشم و با این قضیه مشکلی ندارم. پدر آسلیهان در شهر اینگل فوت کرده. آسلیهان اصالتاً اهل اسکیشهیره و به غیر از خودش یه برادر داره. اون از کودکی آرزوی بازیگری داشت و البته خانواده‌اش هم در این زمینه از اون حمایت کردن. آسلیهان توی رشته تئاتر به عنوان شاگرد اول فارغ التحصیل شد و وارد دنیای بازیگری شد. شماره 8. شوکرو اوزیلدیز. اوزیلدیز 31 ساله از پدری ترک و مادری یونانی متولد شده. اون یه خواهر کوچیکتر از خودش به نام بورجو داره. همه چیز خوب بود تا اینکه شوکرو در 9 سالگی مادرش رو از دست داد و سختی‌هاش شروع شد. پدرش ورشکست شد و مجبور شد شوکروی کم سن و سال رو با خواهرش تنها بذاره و به خارج از کشور بره. شوکرو نمیخواد در مورد جزئیات سختی اون روزا زیاد حرف بزنه، اما از سخت بودن اون روزا همین بس که یه پسر بچه مسئولیت خواهر کوچیکتر از خودش رو به عهده بگیره و بتونه هم مخارجش رو تأمین کنه و هم از اون مراقبت کنه. خب دوستان، نظرتون چیه؟ به نظرتون چقدر برای رسیدن به شهرت آدم میتونه به ثروتش تکیه کنه؟ چه عاملی باعث شد که این بازیگرا موفق بشن؟